تر از یک ساعت دیگر برنامه خبری رادیو آزادی شروع می شود و اون گونه که میدونید برنامه در کانال آزادی ویدیو در یوتیوب مستقیم نشر می شود. در وبسایت آزادی.org ما را مستقیم تماشا میکنید و همین گونه در صفحه رادیو آزادی در فیسبوک نیز ما را تماشا میکنید و بعد از پخش برنامه در ادنا کلاسنیکی هم میتونید ما را ببینید. و در برنامه امروز راجع به یک مسئله میگوییم که زیاد صحبت می شود ولی اکثریت نمیخواهند آن را بشنوند. حامیان حقوق میگفتند که بیشتر از همه همجنسگرایان در تاجیکستان را ماموران میلیسا اذیت میکنند و یک دلیل اون را خودی مقامات نشر کردند. چگونه دلیل خواهیم گفت و یک گزارش جالبی داریم درباره استحصال 5 تن طلا در تاجیکستان. این طلاها کجا شدند؟ برنامه را ببینید. خواهیم گفت هم در بغدادی رهبری داعش گزارش داریم که با گفته مقامات عراق زنده است و جای پنهان شده است. جای او را هم گفتند و اگر میخواهید چراغ‌های سوخته خانه‌تان را پول کنید یعنی بفروشید پس برنامه ما را تماشا کنید. جایشون را میگوییم که چگونه چراغ‌های سوخته‌تان را میتوانید ببرید و در عوض پول بگیرید. و گزارش جالب دیگری داریم درباره یک تورت $1,000,000. اگر میخواهید چنین تورت را ببینید پس به ما بپیوندید. تا یک ساعت دیگر در وبسایت آزادی.org، در کانال آزادی ویدیو در یوتیوب و همین گونه در وبسایت رادیو آزادی آزادی.org.